وقتی که نقل میکنیم در برای زندگی همه اون چیزی که قطعی توی کودک رخ داده بود همش گویا اثر میگذاره. الان اون که اتامو چهار نمیفهمم وقتی که من یکون بار گفته بودم شده که وای میقفم مرا ای هر جهون میگیرم مجبورتی ایلام میچک میکنم گشتم گفتم تفریح میکنی خیلی آدمایی که 5 وقت نماز میخونن همه وایده باور میکنن همه فکر میکنن که این خیلی آدما نمیتونن در نموزی تجاوز کنن تیم بولی وقتی که تو کودکی چخیل نموزی و آدم میبرداره ویا میخوای میشیش در سر دسترخوان میشیش در چشمه من نگاه میکرد میگفت که چم بخود چنده درس خوندنی نیستی خیلی دهان مک شده نمیتونستم هیچ خورده نمیتونستم کودک بودم خیلی با اتام چم داگر میگفتم همونجا میترسیدم که دودار مقطعی همو خیلی کرو روخ نتیا من مهمانی نمیرفتم قطعی اتام چم هیچ جون میترسیدم که هوای میبینم و خودم ای دست میتیم یک دو بار اتام شیشتم گفته که خیلی تو نموسی مایی تو دختری مایی توی خیلی توی خیلی اگر تو دختر بروی ما ای طول میگردم گفته من باشم همون وقت ده بعد همین گپه اتام و چم خواستم که بگم شونم که اخی نه این خیلی نمیشه و چقدر من بدی همون کاری که قطعی من روخ داد دختر برو دانشگاه رفتم دانشگاه تمام کردم پس تایه خیلی استرس داشتم میخواستم خودکشی کنم یا چند بار فعلا در اومده تلویزیون را به دستم گرفتم گفتم که خودکشی میکنم تمام دیگه بس هیچ کس باور نمیکنه برای که уже 18 ساله همه میگن که خیلی همه میگن که کجای رفته در کدام کنجه حاضر باشه دروغه به اونا دوره که در ناموسش تجاوز کردن من سر ندادم اون کاری که قدمه شد برای که او آدم زنده او آدم به یکون چی گشته است در کوچه شهر میرم مهاجرت میبه فرزند داره زن داره چقدر که تا همون پرابلم را قطعی بگردونی هم زندگی سیاه‌تر میشه